اگه اینترنتت ضعیف شده و از سرعتش راضی نیستی، حتما کاری که تو این ویدیو میگم رو انجام بده، چون قطعا میتونه به کارت بیاد. مثل گوشه شیائومی کافیه وارد تنظیمات گوشیت بشی، از قسمت جستجو نقاط رو سرچ کنی و نام‌های نقاط دسترسی رو انتخاب کنی. حالا از این پایین به علاوه رو بزن و اینجا داخل کادر نام یه اسم دلخواه وارد کن. داخل نام نقاط دستیابی هم یکی از آدرسایی که توی کپشن متناسب با اینترنت نوشتم رو وارد کن و تایید رو بزن. در نهایت سه نقطه پایین رو بزن و ذخیره رو بزن تا سیو بشه. حالا از این قسمت انتخابش کن و یک بار گوشیتو خاموش روشن کن و از سرعت اینترنت لذت ببر. اما واسه گوشی‌های سامسونگ هم کافیه وارد قسمت اتصالات داخل تنظیمات بشید و اینجا شبکه‌های تلفن همراه رو انتخاب کنید و توی این قسمت نام‌های نقاط دستیابی اینجا افزودن رو بزن و توی کادر نام دقیقا مثل شیائومی یه اسم دلخواه بزن. نام دستیابی هم یکی از آدرسایی که توی کپشن نوشتم و در نهایت سه نقطه رو بزن و ثبت رو بزن. این قسمت واسط اضافه میشه.